میشه قلعه زال. ما در ایران قلعه زال نداریم که، اینجا سیستان داریم، اونورم سیستان داریم. اما مثلا میری اونور مزار شریف میشه استان سمنگان، میای این بر ما خیابون سمنگان داریم. خب خیابون با استان خیلی فرق میکنه. بعد در اونجا شما تخت رستم دارید، ما اینجا تختی حتی دوشک هم نداریم دوشک رستم، میدونید؟ یا مثلا میره اونجا شما تو خود مزار شریف که مرکز استان بلخ هست، یه منطقه اونجا اصلا به نام منطقه بلخه، بهش میگن ام البلاد، یعنی مادر شهرها. خدمتش نمیدونم، یعنی خدمت براش نمیتونم بذارم به نحوی که شما اصلا آثار تاریخی حتی قطعاتش رو زمین ریخته اونجا بود. و آقای گرمارودی یه بار اومده بود اونجا، خاطره بگم بعد شاعر. آره شاعر، ما دوستان رو فرستادیم که رفتن ایشون اونجا نشونش بدن. وقتی اومد اصلا متأثر بود از جنبه جلوه هایی که دیده بود. بعد دیدم یه سری چیزا دستش بود، گفتم اینا چگونه رو زمین جمع کردم، گفتم اینا چگونه، اینا آثار تاریخیه، قطعاتی که مثلا هر جا باشه منم میکنم موزه. گفت ببین اینا ریخته بود رو زمین. شما الان هرات که میری آثاری که اونجا میبینیم اصلا بی‌نظیره، هر کجای افغانستان که بری. و اینها نشون میده که ما کشور مادریم و یه جاهای اگر چالشی هست، چالش دوتا برادره که آیا ناصر خسرو قبادیانیه یا ناصر خسرو بلخیه، یا ابو علی سینا مثلا مال همدانه چون در همدان دفنه، یا ابو علی سینا بلخیه. خب به همین صورت شما مولانا، آیا مولانا بلخیه، ایرانیه، یا ترکایی که نه دیگه خط دارن نه زبان ما رو دارن، بعد میاد میگه که مثلا ایشون مربوط به ماست. جلال الدین بلخی رو دیگه میگه جلال الدین مثلا قونیه. من میگم یه شعر ترکیشو بیار ببینم که تو داری این حرفو میزنی، اگرم فارسی بس مثلا فارسی میری اونجا